تا حالا به این فکر کردین که واقعا یه چیزی رو دوست دارین یا فقط ایده انجام دادنش رو دوست دارین؟ برای من سفالگری اینطور بود. پس باید میرفتم تجربهش میکردم. یه توییت نوشته بودم، یک نفر اومد گفت که میخوای با هم بریم و من استقبال کردم و خلاصه ما رفتیم کارگاه سفالگری هاله. همونطور که عباس معروفی میگه من میخوام خودم رو خرج کتاب بکنم، خرج کلمات بکنم، من میخوام که خودم رو خرج تجربه بکنم، میخوام حتی کار بکنم که تجربه بخرم. خب یه چیزی بچه‌ها، وقتی پیکنیک برگزار کردم بهشون میگم مجبورین تنهایی بیاین و مجبورین ارتباط بسازین. نه دیگه میشه دیکتاتوری. با هم دوست میشن. نه دیگه میشه دیکتاتوری. بابا من میام میشینم کنارت، سلام خوبی سیسی، حالت خوبه؟ تو به من بگو یه سیبیل کلوفتر از من بگو سیسی. تو سیسی باباته. سر این واکنش دارن چی؟ بابا میگم با هم دوست بشین. بالاخره یه 4 تا آدم میتونن اون وسط دوست پیدا کنن. آدمیزاد چه فکر و خیالا که نداره. همین من ساده اگه بدونی چه فکر و خیالهای بزرگی رو توی سرم میپرورونم. این روزا دارم به بیزنس جدیدم فکر میکنم. ایده این بیزنس از همین تشنه یادگیری بودن خودم میاد. میخوام فضایی رو برای آدم‌ها ایجاد بکنم که تجربه بکنن زندگی رو و لحظاتش رو. در آینده توی ویدیوهای بعدی توی اینستاگرام من شما خیلی بیشتر در مورد آینور میشنوین و خوشحالم بابتش. خیلی طول کشید تا بتونم پیدا بکنم، با اینکه قبلا یه بار دیگه هم اومده بودم، ولی به هر حال مبین رسیدیم. داشتم میگفتم نمیدونم که ایده یک کار رو دوست دارم یا خودش رو. گاهی دلم میخواد چیزی رو پیدا کنم که از ته دلم دوستش داشته باشم، نه فقط خیال این که دوست داشتنش ممکنه. یک چیزی که تمام وجودم رو درگیر بکنه. میخوام اینجا آبی باشه و حالا اینو یا زرد بکنیم. سفالگری رو هم امتحان کردم. فرم دادن گل به هم حس خوبی میداد، اما چیزی نبود که عمیقاً دلم بخواد، چیزی که مثل تپش قلب باشه. ولی جالب بود از هیچ همه چیز ساختن، از تیکه‌ای گل سرد و بیشکل زندگی ساختن. جالب بود که با هر بار خلق کردن انگار خودت از اول زاده میشی و هر بار که انگشتت رو روی سطح خاک میکشی چیزی به تنش نقش بسته باشه. شوقی، اشتیاقی، حرف ناگفته‌ای. انگار که خودت رو میسازی و خودت رو شکل میدی. بعد اون لحظه فرا میرسه. دست از خلق کردن بر میداری و خیره میشی به چیزی که درست شده، به چیزی که هستی. این ظرف، این آدمی که ساختی دیگه یه توده خاموش نیست. روح داره، زندگی داره و خاطراتی که بر اون نقش بسته. من همون گلی که شکل گرفته دارم فکر میکنم که شاید دوست داشتن واقعی ناگهان اتفاق نیفته. شاید نیاز باشه بارها چیزی بسازم، خراب کنم، از نو شروع کنم تا بالاخره در میان همه این تلاش ها چیزی آروم آروم توی دلم جا خوش کنه. شاید باید اجازه بدم دوست داشتن رشد کنه، نه اینکه یک بار اتفاق بیفته. و در آخر دوباره یادآوری میکنم که من
میخوام خودم رو خرج تجربه کردن بکنم، چون که همین میل به پیدا کردن خودش زیباست. همین میل به تجربه کردن یعنی امیدی هست، یعنی هنوز درونم زنده است. مرسی که منو دیدین و شنیدین. خیلی برام با ارزش نگاهتون و یادتون نره برام کامنت های قشنگ بذارین. تجربه بالی